در حالی که رایزنی‌ها برای تأمین امنیت و تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه دارد، اختلاف تهران و واشنگتن بر سر شرایط بازگشایی این آبراه راهبردی همچنان پابرجاست. اختلافی که حالا با مطرح شدن موضوع غرامت جنگی از سوی دو طرف وارد مرحله تازه‌ای شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارات جنگ اخیر گفته است که اگر تهران خواستار غرامت است، واشنگتن نیز از ایران غرامت خواهد خواست. ترامپ گفته است این موضوع را در مذاکرات آینده مطرح خواهد کرد و از ایران بابت کشته و زخمی شدن نیروهای آمریکایی و آنچه حمایت و نقش تهران در درگیری‌های منطقه‌ای خوانده غرامت می‌خواهد. او همچنان ایران را مسئول خسارات و تلفات در لبنان، سوریه، یمن و غزه دانسته است. They asked for reparations, you might say, or they asked for ایران چگونه میتواند ورشکست شود در حالی که خودش ورشکسته است؟ این کشور حتی توان پرداخت حقوق سربازانش را ندارد و با تورم و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. پیشنهاد می‌کنم ایران بابت خسارات ادعای چند دهه گذشته و همچنان کشته شدن معترضان در ماه‌های اخیر غرامت پرداخت خواهد کرد. این موضوع پس از آن مطرح می شود که مقام‌های ایرانی پرداخت غرامت جنگی از سوی آمریکا را در کنار چند خواست دیگر به عنوان یکی از شروط بازگشایی تنگه هرمز مطرح کردند. در همین حال تهران از ادامه وضعیت کنونی و آنچه نقض تعهدات آمریکا می‌داند به عنوان مانعی در برابر از سرگیری گفتگوها یاد می‌کند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران می‌گوید تا زمانی که نقض توافقنامه متوقف نشود و آمریکا نقض تعهدات خود را جبران نکند، امکان از سرگیری مذاکرات با این کشور وجود ندارد. توییت زد رئیس جمهور آمریکا 2 کلمه: تسلیم بدون قید و شرط. خواستشون از ما این بود: تسلیم بدون قید و شرط. و همون دشمن بعد از تقریبا 20 روز التماس میکرد برای مذاکره. و بعد در دیپلماسی هم ملت ایران نشون داد که از حقوق خودش به خوبی بلده که دفاع بکنه. این رو هم من از مقامات مختلف شنیدم با همین عبارات که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید. همزمان مقام‌های نظامی ایران نیز درباره هر گونه تهدید علیه جزایر این کشور هشدار دادند. سردار عصمویی فرمانده نیروهای دریایی سپاه پاسداران ایران گفته است کسانی که نسبت به جزایر ایران ادعا یا چشم طمع داشته باشند با واکنش سخت روبرو خواهند شد. او تاکید کرده است که ایران در برابر هر گونه تهدید علیه جزایر خود اقدام جدی خواهد کرد. قصد کوچکترین نگاه تعرض‌آمیزی را به جزایر نازاد، تنب بزرگ، تنب کوچک و جزیره بوموسا در خلیج فارس را داشته باشند به مدد و اتکا به قدرت الهی تومار آنها را در هم پیچید و همین خلیج فارس محل دفن آنها خواهیم کرد و چشمانشان را از حدیقه در خواهیم آورد. با این ترتیب در حالی که گفتگوهای غیر مستقیم و رایزنی‌های دیپلماتیک برای مدیریت وضعیت تنگه هرمز ادامه دارد، مواضع دو طرف نشان می‌دهد که هنوز بر سر مهمترین موضوعات اختلافی از جمله محاصره دریایی، بازگشایی تنگه هرمز و پرداخت غرامت توافق شکل نگرفته است.